اینجا متلقو بالای دریا گوشه، 525 متر زمین، 500 متر بنا، داک اسپلیت تو سقفش، استخر داره پشتش، باغ کیوی دارین روبروش، ساخته نمیشه. شهرکتون درجه که روبروش خیابون شهرکتونه، جاتون خالی. تو تابستون داره بارون میاد. وارد که میشین آشپزخونه رو میبینید. این سالن ارتفاع سقفش بدنی، پنجرات الماربرک، تیوی تون، استخر پشت دوست دارم جای استخرشو. استخرش بزرگ، پشت ساختمونه، یه جکوزی هم داره، کنارش هم میتونید بشینید، شیشه هم به سالن داره. همونطور که میبینید این ویلا تریپلکسه. اتاق خواب مهمونتون خوب ساختن خدایی. خب طبقه اولشیم، وید دارین. اینجا 3 تا اتاق خوابه، تراس جلوش، چه بارونی میاد خدایا. سالن طبقه اولشو 2 تیکه کردن. بریم سراغ اتاق خواباش. شیرازات هم که میبینید تو کاره. مستر اصلیش، ابعادشو با هم ببینیم. تیوی کار کردن، ویو داره، فوق‌العاده است، دوستش دارم. ویو اتاق خوابتونه. اتاق خواب خوشگلش. من اون یکی رو دوست داشتم، امیر خان میگه این بهتره به خاطر این باغ پشتش، میگه چون بارون میاد. روف داره، از هر 2 طرف ویو داره، هم دریا رو دارین هم جنگل رو.